به نام خدا. در جلسه قبلی ما درباره کالورت یا پلچک معلومات مفصلی ارائه دادیم. احتمالاً بعضی از دوستان نبودند دو جلسه قبلی، بنابراین امروز هم یک تشریح مختصری کالورت یا پلچک میکنم، بعدا میریم دیزاینش. موضوع اصلی جلسه امروزی انالایز و دیزاین پلچک است. بنابراین پلچک چی است؟ خود پلچک یک ساختمانی است که برای انتقال آب از زیر جاده یا سرک ها یا خط آهن و یا هر جای دیگر استفاده میشه. این ساختمان میتونه آبی درینیج انتقال بده یا میتونه بیسی انتقال دهنده آبی زراعتی باشه. اینی چیزی که در صفحه میبینید این پلچک است. البته در جلسه قبلی انواع پلچک ها رو ما خواندیم و امروز انواعش تشریح نمی کنم، تنها فقط یک پیکچرش برای شما نشان میدم که این باکس کالورت است. خب در دیزاین های واقعی پلچک ها اول باید کراس سکشنش دو کد رسم شوه، بعد برای دیزاین استراکچرش ما میریم از اکسل شیت ها یا یکی از تکست بوک ها استفاده میکنیم. خب من در این جلسه یک پلچک در اتوکد برای شما نشان میدم. این یک پلچک است، یک کراس سکشن پلچک است. قسم میبینید در این پیکچر این صفحه این جدول که است، این کراس سکشن یک سرک است. البته الیویشن ها اینجا داده شده، existing elevation, cut and fill ای است و همچنان آفستش هم این است. خب ما به اینا کار نداریم، ما فقط یک پلچک میبینیم که در ساحه چه قسمی تبدیل میشه. این یک کراس سکشن یک سرک است و این چیزی که در خطی آبی میبینید این مقطع طولی یک پلچک است که ما یه خط پلچک 1 متر ارتفاع داره و طولش هم تقریبا 16 متر است. این پلان پلچک است. این مقطع طولیش است که ما قطع گرفتیم. این 200 mm استیل پیچینگ است که قسم اینجا نشان داده شده. 100 mm PCC است یا پلین سیمی کانکریت است که اینجا نشان داده شده. این دو طرف هم کات آف وال است. یک کات آف وال ما استفاده کردیم چون به خاطر که وقتی آب از طرف بالا جمع میشه یا که آب زراعتی است، ما برای که یک پروتکشن خوب یا استحکامات خوب برای پلچک آماده بسازیم باید کات آف وال استفاده کنیم. این کراس سکشنش است. دپت کات آف وال یا عمقش 1 متر است. این وینگ وال است، دو طرف وینگ وال است. این هم کات آف وال. چیزی که در خط هیدن لاین نشان میدم این خط پروفایلی طبیعی موزیمین است. بنابراین ما بالای پلچک فیلینگ هم داریم یا پرکاری. تقریبا در این پلچک یک اشاریه 9 متر فیلینگ داریم. حالا ما برای اینکه این پلچک دیزاین کنیم اول باید عمق فیلینگ بدانیم، بعد نوعیتی ویهیکل یا موتر که استفاده میشه اون رو بدانیم، اون رو تصمیم بگیریم، بعد برای دیزاین محاسبات انجام بدیم. این هم کراس سکشن یا مقطع ارضی پلچک. ما در این جلسه فقط تنها سلب پلچک دیزاین میکنیم. این سلب پلچک است و این هم دو طرف پایه یا اتکای پلچک میکنیم. ما در این جلسه اتکای پلچک دیزاین نمیکنیم چون به خاطر که اتکای پلچک مثل ریتینینگ وال دیزاین میشه یا دیوارهای استنادی. شما در احتمالاً در کانکریتی دو دیزاین ریتینینگ وال یا دیوارهای استنادی رو میخوانید. الان اینجا ما صرف نظر میکنیم از دیزاین، فقط تنها سلب پلچک دیزاین میکنیم. خب این هم هست یک مقطع ارضی و همچنان رینفورسمنت دیتیلش اینجاست. این سلب اصلی است.
اسپانی که ما مد نظر میگیریم 1.85 و این هم سیخ‌ها یا رینفورسمنتی که ما دیزاین میکنیم، یعنی مومنت پیدا میکنیم، بعد از مومنت تعداد سیخ‌ها و فاصله های سیخ‌ها رو اینجا پیدا میکنیم. خب برای دیزاین این پلچک ها بریم سر اصل موضوع. مثال پلچک زیر را که معلومات اون قرار ذیل است دیزاین نمود. طول وایه پلچک 4 متر است، یعنی این طولی که اینجا فعلا 1 متر 1 در 1 است که این طول 1 متر است. من پلچک را دیزاین میکنم که به جای 1 متر 4 متر است، یعنی وایه اصلی یا اسپن پلچک. عرض اتکای پلچک 0.5 متر است، یعنی این دیوار عرض این دیوار 0.5 متر میکنه. با اینجا میتونه 0.6 باشه، 0.4 باشه، این بستگی داره به دیزاینه. اما اونجا به این مثال من 1 متر استفاده کردم، 0.5 متر. مارک کنکریت FC 25 امپی است. مارک سیخ یا استیل FY 420 امپی است. وزن حجمی خاک 19 کیلونیوتن در متر مکعب است. وزن حجمی کنکریت 24 کیلونیوتن در متر مکعب است. نوعی موتور برای دیزاین HL93 است. و این از کجا گرفتیم؟ این از H2 الافتیم. از اینجا این کتاب H2 است. حال میریم HL93 از اینجا پیدا میکنیم. HL93 است. HL93 3 کامپوننت داره یا 3 جزء داره. یک دیزاین ترک است، یک دیزاین تندم است، همچنان لین لود است. ما برای دیزاین پلچک ها عموما از HL93 دیزاین ترک استفاده میکنیم. این موتور که اکسل پیش روی 45 کیلونیوتن، اکسل میانی 145 کیلونیوتن و اکسل آخری هم 145 کیلونیوتن. فاصله بین اکسل ها 4.3 متر بین دو اکسل اول، از 4.3 تا 9 متر بین دو اکسل میانی و آخری. عموما پلچک ها بین 1 تا 4 تا 4.3 متر یا 4.5 متر است. بنابراین ما برای دیزاین تنها یک اکسل میمانیم، یعنی اگر دو دانه ما مانده نمیتونیم، یک دانه اگر وسط بمونیم یک دیگه میبره، چون فاصله بین دو اکسل هم از 4.3 متر کم نمی باشه. خب اینجا ما از HL93 برای دیزاین استفاده میکنیم. ضخامت پرکوری هم 600 mm است، یعنی 600 میلیمتر. خب این از کجا گرفتیم؟ این ساحه 4 رقمی است. باز هم میریم به پلچکی که ما دیزاین کردیم. این پلچک ببینید، این مقطع سرک است، این چی است؟ اسفالت است. بعدی لیرهای سرک است، این بکمین. حالا پلچک از اینجا شروع میشه. ببینید ضخامت پلچک این است. از اینجا تا اینجا این پرکوری ره که هایت اف فیلینگ میگه باید برای دیزاین ما مد نظر داشته باشیم که چقدر است. فعلا اینجا 1.9 متر است، اما دیزاینی که من برای شما کردم 600 mm است. خب میریم ایره حل میکنیم. حل میشه مرحله اول. ما هر وقتی که دیزاین میکنیم باید مرحله وایز دیزاین کنیم، یعنی چند مرحله را مد نظر بگیریم و این تو آسان تر میشه، در صورتی که شما میتونید که بدون مرحله پروسه دیزاین پیش بشه. خب این عکس رو من گرفتم. خب این مقطع پلانی کالورت است، چیزی که من دیزاین میکنم. این ترافیک فلو است از طرف. ببینید این در پروژه که باش برای شما نشان بدم. این قسمت است. این قسمت ما که پلان پلچک است، اونجا در مثال شما جا دادم. این قسمت این مقطع ارزی است، یک قطع گرفتم از اینجا. اسپانی کالورت ما 4 متر است.
اتکا 0.5 متر و برای که این خود کلیر اسپن است. وایه طولی یعنی کلیر است، وایه مؤثر یا طول مؤثر نیست. برای دیزاین ما طول مؤثر نیاز داریم یا افکتیو. برای که افکتیو لنت پیدا کنیم عموما فرمول افکتیو لنت یا وایه مؤثر مساوی میشه به کلیر اسپن که اینجا 4 متر است جمع نصفی این اتکا جمع نصفی اتکای دیگر 4 جمع 0.5 تقسیم 2 جمع 0.5 تقسیم 2 برای 4 جمع 0.5 تقسیم 2 جمع کنیم میشه 4.5 متر. ما مرحله اول دیزاین خلاص کردیم، یعنی ما پلانش رسم کردیم، مقطع ارزی رسم کردیم و افکتیو لنت دریافت کردیم یا طول وایه مؤثر که 4.5 متر. خب بعد دیزاین پلچک ها ما یک فاکتوری داریم به نام سایل استراکچر اینتراکشن فاکتور یا اف ای. خب برای که این رو پیدا بکنیم H2 یک فرمول داره برش که اف ای مثلا میشه 1 جمع 0.2 ضرب HF تقسیم الی F یعنی افکتیو لنت. HF اینجا چی است؟ هایت آف فیلینگ که قبلا ما برای شما عملا هم در یک پروژه عملی نشان دادم. این هایت آف فیلینگ است، HF است. این فیلینگ از قسمت بالای سرک تا قسمت سلابی کالورت هم که آب از بالا می آید از این طرف ابرای. خب برای که شما این فرمول بدانید از کجا آمده میتونین به H2 الارفی سر بزنین به قضیه یا کلاس 12.11.2.2.1 شما اینجا اگه برین میتونین این فرمول دریافت کنید. خب H2 برای یکی این فرمول نوشته کرده یک دو نوت هم داره، میگه if it should not exceed 1.15 for installation with compact soil. اگر سویل کمپکت باشه یعنی تفک شده باشه شما در هر صورت اگر از این فرمول هم استفاده میکنیم که اینجا ما 1.026 به دست آوردیم این نمیتونه از 1.15 زیادتر باشه. یعنی شما اگر در صورت محاسبه میکنین هایت فیلینگ اینجا اگر فرضاً زیاد میبود یعنی افکتیو کم میبود اینجا احتمالاً 1.2 1.3 هرچی میشد. شما وقتی یه رو محاسبه کردین یعنی هایت فیلینگ اینجا ماندیم 1 جمع 0.2 هایت فیلینگ 0.6 متر است، افکتیو 4.5 است که محاسبه کردیم 1.026 شد. بنابراین اگر احیانا این قیمت 1.2 میشد ما نمیتونیم برای کمپکت سویل از 1.15 زیادتر استفاده کنیم. اینی لیمیتی H2 است. همچنان اگر در صورتی که ان کمپکت سویل باشه شما نمیتونین فاکتور بالای 1.4 استفاده کنید. فقط محاسبه میکنیم اگر در صورتی کمتر از 1.15 درصد کمپکت سویل بود، اگر کمتر از این میشد اصل قیمت استفاده میکنیم مثل که اینجا ما کردیم. اگر در صورت قیمت محاسبه شما که شما دریافت کردین بالاتر از 1.15 شود شما از 1.15 استفاده کنید برای قیمت ایف. مرحله دوم دریافت بارهای مرده و مومنت بارهای مرده است. خب تا اینجا امیدوارم فهمیده شده باشه. مرحله اول ما پلان رسم میکردیم، مقطع ارزی رسم میکردیم، وایه مؤثر پیدا میکردیم. وایه مؤثر عموما شما در کانکریت هم خوندین، کلیر سپن جمعی 7 یا نصفی اتکای یک طرف جمع نصفی اتکای طرف دیگر. مرحله خود در این مرحله سویل استراکچر اینتراکشن فاکتور یا اف ای رو باید پیدا بکنیم، چون وقتی که سلاب کالورت یا پلچک پرکاری میشه اونجا انتقال لود گرین به گرین یعنی دانه به دانه های خاک صورت میگیره. همچنان یک اینتراکشن بینی لود دیستریبیوشن و سویل است. بنابراین او باید حتمی پیدا شود. برای پیدا کردن این فاکتور H2 ریکامندیشن داره، یک فرمول یعنی یک فرمول برش داره
که ما قیمت ها رو میمانیم و او فاکتور عموما از 1.15 تا 1.4 بالاتر بودن نمیتونه پیدا میکنیم. اگر در صورت پیدا کردیم بالاتر هم بود، یعنی قیمت های 1.15 یا 1.4 استفاده میکنیم. مرحله دوم دریافت بارهای مرده و مومنت بارهای مرده را پیدا. خب برای اینکه ما بارهای مرده را پیدا بکنیم، ما باید یک ضخامت سلب داشته باشیم یا سلب کالورت. خب یک از طریقایی است که ما فرض کنیم. فرض کنیم که ما دیزاینر هستیم، زیاد تجربه داریم و ما میفهمیم که در اسپن 3 متر 2 متر چقدر تکنیس نیاز است یا ضخامت. و اما اشتو هم یک لیمیت یا یک مینیمم دیپت یا یک ضخامتی حدی اصغری برش داره، یک فرمول داره و ما اینجا چون روش دیزاین ما روش اشتو است و ما از اشتو استفاده میکنیم. برای اینکه این فرمول از کجا آوردیم، ما از کجای اشتو آوردیم، شما میتونین به سر بزنین به اشتو. از اینجا استفاده فرمول ما بود تی یا ضخامتی سلب مثلا میشه 1.2 ضرب در اس که سپیسینگ است جمع 100,000 تقسیم سی. این از کجا آوردیم؟ اینه از اینجا گرفتیم. برای سیمپل اسپن است. برای کانتینیوس شما میتونید از استفاده کنید، اما این در هیچ صورت نمیتونه از 165 میم پوینت تر باشه. بنابراین وقتی شما یک تکنیسی دریافت میکنید باید بالای 165 میم باشه. اگر احیانا نیاز هم نباشه شما مجبوری نمیره استفاده کنید. خب ما در این مثال اسپیسینگ 4 متر داریم، یعنی کلیر اسپن 4 متر است. وقتی که قیمت رو بمانیم تی مثلا میشه 1.2 ضرب در 4000 جمعی این 4 متره، چون این واحد مکمل به میلی متر است، باید 4 متر هم به میلی متر تبدیل کنیم. 4000 بیازار کنیم 4000 میشه. خب 1.2 ضرب 4000 جمع 100,000 تقسیم 3. تکنیسی که ما یا ضخامتی دریافت کردیم 280 mm است. خب برای ایمنی بیشتر ضخامت مجموعی سلب را 350 میلی متر در نظر بگیرید. خب این حد مینیمم، یعنی اشتو میگه باید در یک سلب یا کالورتی که 4 متر اسپن داره، یعنی کلیر اسپن داره، شما نمیتونین با زیری 2.8 mm 280 mm پروواید کنین یا در نظر بگیرید. ما برای ایمنی بیشتر میتونین 100 mm 50 mm 180 mm شما میتونین در نظر بگیرین، اما نمیتونین 400 mm در نظر بگیرین چون این عقلانی هم نیست. خب من 250 mm اینجا در نظر گرفتم. تکنیسی مجموعی یا ضخامت مجموعی سلب. خب دریافت بارهای مرده. حالا ضخامت داریم، میتونیم باری یا همون سلف ویتی سلب دریافت کنیم. dead load of due to concrete DLC یعنی dead load concrete تکنیسی سلب یک dead load داره او رو محاسبه کنیم. برای اینکه او dead load محاسبه کنیم ما ضخامت ضربی وزن حجمی ضرب در 1. ضخامت 350 میلی متر چون 24 وزن حجمی کانکریت در سیستمی کیلونیوتن و متر است. ما بنان 350 را تقسیم به متر تبدیل میکنیم که 350 تقسیم 1000 کنیم 0.35 میشه. ضرب در 24 وزن حجمی کانکریت است که ما در مثال داده شده بود ضرب در 1 متر. یعنی ما وقتی یک کالورت دیزاین میکنیم در طولش خودش است، اما در ارزن که میتونم فرضاً زیاد باشه که اینجا نشان بکنم در عملی ببینید این طول یک سلب میتونه 17 18 20 متر باشه، اما اسپنش همون 4 متر است. بنابراین ما برای اینکه در این طول دیزاین کنیم ما فقط 1 متر مد نظر میگیریم، یعنی از اینجا تا احتمالاً تا اینجا برای 1 متر یا یک استریپ شما در سلب هم دیزاین سلب هم خوندیم، یک استریپی 1 متر مد نظر میگیریم و دیزاینش میکنیم. ضرب 1 ما عملی ضرب انجام دادیم 8.4 کیلومتر در متر، یعنی واحد از کیلومتر در متر مکعب است.
1 متر اینجاست، 1 متر اینجاست که متر مربع میشه. متر مکعب تقسیم متر مربع تقسیم متر مکعب متر به ما. دو فیلینگ. فیلینگ یعنی عمق پرکاری. عمق پرکاری در این مثال ما 600 میلیمتر مد نظر گرفتیم. میلیمتر به متر تبدیل میکنیم. ضرب در 19 چی است؟ 19 حجمی وزنی خاک است یا سایل است. ضرب در 1 که 1 متر استریپ مد نظر میگیریم. ضرب در 1.026. این از کجا میآید؟ این سایل استراکچر اینتراکشن فاکتور است یا اف ای که قبلا محاسبه کردیم. خب ضرب کردیم 11.7 کیلومتر در متر شد. خب توتال ددلود 8.4 جمع 11.7 یعنی 8.4 جمع 11.7 میشه 20.1 کیلومتر در متر. این توتال یا مجموعه بارهای مرده است. خب برای ما بارها را دریافت کردیم، ما رو میخواهیم مومنت نظر به بارهای مرده را دریافت کنیم. دریافت مومنت بارهای مرده MD یا مومنت دیو تو دد مثلا میشه به W ضرب L افکتیو مربع تقسیم 8 یعنی W مربع تقسیم 8. اینجا سلاب ما سیمپلی سپورتید است یعنی باکس کالور نیست. خب مجموع لود یا بارهای مرده 20.1 ضرب در L افکتیو یعنی وایه مؤثر افکتیو اسپن که ما قبلا محاسبه کردیم 4.5 20 ضرب 4.5 مربع تقسیم 8 شده 50.88 کیلومتر در متر. بنابراین ما مومنت نظر به بارهای مرده یا مومنتی که توسط بارهای مرده ایجاد میشه محاسبه کردیم. خب مرحله سوم مرحله دریافت بارهای زنده و مومنتی که توسط بارهای زنده ایجاد میشه. برای دیزاین اضلاع موتور H93 با استفاده از کد 8 استفاده میکنیم. وزن یک تایر H93 عبارت از 92 نیست میبخشن ای اشتباه 72 72.5 کیلومتر میباشه. این 92 نیست چون 145 اکسل لود است. در هر اکسل 2 ویل است. این وزن ویل است. 145 تقسیم 2 کنیم 72.5 میشه. بنابراین نو اشتباه است. احتمالاً اینجا نوشته کردم 72. شما متوجه باشید. برای وضاحت بیشتر به قضیه 3.6.1.2 صفحه 75 کد مذکور مراجعه شید. اگر میخواین برای کامپوننت ها یا اجزای H93 بیشتر معلومات حاصل کنید به صفحه 72 به قضیه 3.6.1.2 مراجعه. خب ویلدود یا 72.5 کیلومتر است. خب برای محاسبه بارهای زنده و تاثیر پرکاری بالای پلچک باید عرض تقریبی تسمه پلچک محاسبه کرد. یعنی ما باید چون ما اینجا پرکاری داریم وقتی پرکاری داشته باشیم وزن وقتی که وزن یک ویل بالای پلچک قرار میدیم انتقال بارها عموداً صورت نمیگیره و یک چیزی تحت زاویه 45 شاید یا بیشتر و کمتری نظر به دانه‌های خاک صورت میگیره. بنابراین ما باید همون تسمه تقریبی رو محاسبه کنیم. خب برای محاسبه این تسمه تقریبی اشتو چند ریکامندیشن یا پروسیجرهای داره که ما ازش استفاده میکنیم. در مرحله اول پایین به وایه پلچه اگر دسته پرپندیکولر تو اسپن باشه یعنی ما اسپن داریم پرپندیکولر است. ببینید شما نشان بدم این اسپن است درست این اسپن است از اینجا تا اینجا فرضاً ما از ما 4 متر بود اینجا 1 متر پرپندیکولر تو اسپن یعنی ویل از اینجا میاد موتور از اینجا میره میگذره درست یعنی این میره و برای که این استریپ پیدا کنیم اشتو فرمول برش یک فرمول مد نظر گرفته این مساوی میشه 2440 جمع 0.12 ضرب در اس اس اما کلیر اسپن است یا وایه‌ای که ما اینجا فعلا 4 متر داریم. خب این مساوی میشه به
2440 جمعی 0.12 ضرب در 4 ضرب در 1000. چون این به میلیمتر است ما توتال تقسیم 1000 میکنیم که به متر تبدیل شه. این مساوی میشه به 2.92 متر، یعنی تسمه تقریبی. خب مرحله دوم یا جزء دوم موازی به وایه پلچک است، یعنی parallel to span، یعنی موازی به وایه پلچک. چه رقمی؟ باشه برای شما نشان بدم. این پلچک است، موازی است. موازی به معنی این قسمی است. اگر ما بخوایم این استریپ پیدا کنیم موازی به وایه پلچک، از این فرمول استفاده کنیم. این اسپن مساوی میشه LT جمع LLDF into HF. LT length of tire contact area parallel to span. یعنی ما وقتی که یک تایر قرار میگیره روی زمین او یک کانتکت اریا داره، بنابراین او هم لنت داره هم عرض داره. خب آرتیکل 36125 پیج صفحه 88 در این قسمت هم نیز وضاحت داده که قیمتش عموما 0.25 و 250 0.25 متر که 250 میلیمتر میشه LT. و LLDF factor for the distribution of live fluid with depth of fill 1.15 or 1 as specified in article 3.6 1.2.6 صفحه 80. خب این قیمتش 1.15 اینجا ما مد نظر میگیریم. برای وضاحت بیشتر اگر میخواین که معلومات بگیرین میتونین به صفحه 81 82 به آرتیکل 36126 مراجعه کنید و بیشتر بخونید. خب محاسبات انجام میدیم. HF depth filling است، LT که length of tire contact است 0.250 جمع 1.15 که LLDF است نظر به 82 1 تا 1.15 تا 1 گرفته میشه. ما اینجا از 1.15 استفاده کردیم. خب محاسبه کردیم 0.94 متر. حالا برای اینکه ما این تسمه یا افکتیو استریپ پیدا کردیم، اینا رو باید ما به اریا تبدیل کنیم. هر دو استریپ ضرب میکنیم 0.92 ضرب در 0.94 که میشه 2.74 متر مربع. خب ما باید اینتنسیتی لود پیدا کنیم. یعنی ما وقتی یک تایر بالای یک پلچک قرار میدیم او به شکل پوینت لود عمل نمیکنه در واقع، چون اونج فیلینگ است او باری که بیس پوینت لود است اینجا منتشر میشه، یعنی بار منتشر تبدیل میشه. ما از همون خاطر تسمه یا استریپی قایم به پلچک وای پلچک و موازی به وای پلچک محاسبه کرد. با ویل لود تقسیمی اریا، یعنی ای ضرب در ای اسپن. ویل لود ما داریم 72.5 که 49 است تقسیمی محاسبه که ما انجام دادیم ای ضربی ای اسپن که 2.74 متر مربع. لایو لود اینتنسیتی 72.5 تقسیم 2.74 می شود 26.46 کیلو نیوتن در متر مربع. بنابراین این اینتنسیتی لود است یا بارهای زنده است که سر پلچک میاد. با استفاده از قضیه 36125 صفحه 80 کد 80 هرگاه عمق پرکاری بالای پلچک بین 600 میلیمتر تا 2.4 متر باشد میتوانیم روابط بالا را استفاده کنیم و برای پیدا کردن مومنت از رابطه Z استفاده میشه. 82 برای عمق پرکاری از خود کلاس داره یا پروویژن داره که خیلی مهم است برای دیزاین پلچک ها. هرگاه اگر عمق پرکاری بین 600 تا 2.4 متر باشد ما میتونیم از این روابط بالا استفاده کنیم. درست؟ چیزی که تصمیمات تقریبی رو ما اینجا محاسبه کردیم ای اسپن یا دوره. هرگاه اگر در صورت که عمق فیلینگ یا پرکاری کمتر از 600 باشه اونجا چیکار میکنیم؟ اونجا باز ما از این روابط استفاده نمیکنیم.
اسپند هم محاسبه نمیکنیم، نیاز نیست و ایرم محاسبه نمیکنیم، چون ما فقط اونجا 72.5 مستقیم سر پلچک قرار میدیم و عمق پرکوری اگر 300 میلیمتر است یا 400 میلیمتر است او را محاسبه میکنیم و دایرکت سر پلچک اپلای میکنیم. و اگر در صورت بین 600 میلیمتر تا 2.4 باشه از این روابط استفاده میکنیم. و اگر در صورت بالای 2.4 متر باشه چیکار میشه؟ اونجا باز روابطی دیگه قضیه بعدی است که ما در جلسه بعدی سرش بحث میکنیم که چه قسمی دیزاین میشه. خب فعلا 26.46 کیلومتر در متر مربع انتنسیتی لود است. ما میتونیم یا در پایین لود تبدیل کنیم و از این فرمول استفاده کنیم. ما مثلا میشه W ضرب ال افکتیو تقسیم 4 و شما احتمالاً این استراکچر خوندیم و سر از این من زیاد بحث نمیکنم. وزن داریم 26.4 ال افکتیو 4.5 تقسیم 4 مومنت شده 29.76 کیلونیوتن. خب چون تعداد این بیا خیلی بالا رفته، قسمت بعدی رو در جلسه بعدی کار میکنم. موفق باشید.